الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با تقدیر و تشکر از کربلایی عزیزمون آقای کربلایی مبین عزیز، در شهر پل خمری هستیم، در مسجد صاحب زمان مدرسه ثقلین. به تعداد 6 خانواده از ساداتی که در منطقه جنگ آغلی 8 خانواده از سادات جنگ آغلی قرار داریم که در نمایندگی 8 خانه دو تا خانه خودش حضور داره و 6 خانواده دیگر آقای اصغری آقا توضیحات میده خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ارادت و اهدای سلام خدمت خیرین محترم و خدمت آقای سید امین هاشمی. از تمام خیرین محترم واقعا سپاس و تشکر میکنیم که مردم محروم و مظلوم نادیده نمیگیرد، همدردی میکند. بنابراین چون راه ها بسیار دور است، آخرین نقاط ولایت بغلان است، راه ها کاملا قطع است. ما به نمایندگی از 6 خانه جنگاغلی آمدیم که مواد از آقای سید امین هاشمی تسلیم میگیریم و از خیرین محترم نهایت عرض ارادت و سپاس بنمایم و خداوند اجر عظیم عنایت بفرماید. السلام و من الله.